قسمت 14. وقتی جمعیت داخل تونل با قیافه های جدی و گرفته به غار برگشت، هیچ کس سعی نکرد که حال و هوای جمع رو عوض کنه. سبا و اشباحی که انتهای تنابا رو به دست داشتن، تو چشم اونایی که کشون از آب بیرون می اومدن وحشت رو می دیدن. اونا بدون هیچ کلامی افراد خیس آب و لای پتو پوشوندن و همه رو به جایی بردن که نون و آبگوشت و نوشیدنیای گرم و فراوون در انتظارشون بود. لارتن مثل یه ماشین بی اختیار میخورد و با نگاهی حیرون و مبهوت خلأ معده‌شو پر میکرد. تو فکر اجساد بود و خودشو به جای یکی از اونا تصور میکرد. اشباح میتونستن تا چند صد سال زندگی کنن. در مورد اغلبشون به ندرت پیش می اومد که مثل آدمای معمولی به زمان فکر کنن. چون اونا اونقدر زمان داشتن که اونو به بازی می گرفتن. برای فرزندان معمولی شب، مرگ موضوعی پرت و خیلی دور از ذهن بود. اما اجساد داخل تونل لارتن رو به یاد مرگ خودش انداخته بودن. هیچ تضمینی وجود نداشت که اونم به اندازه سبا عمر کنه. شاید سرنوشتش این بود که تو جوونی بمیره. اگه همچین چیزی در انتظارش بود، دوست داشت بتونه بگه که واقعا زندگی کرده و همه لذت‌ها و خوشی‌های دنیا رو چشیده. نه اینکه مثل یه لاک پشت فلک زده فقط توی لاک کوهستان اشباح خودشو کشون و با زحمت به این طرف و اون طرف کشونده باشه. لارتن به لیوان نوشیدنی دست نزد. تو گوشه ذهنش تصمیم خودشو گرفته بود و اگرچه هنوز اونو آگاهانه درک نمی کرد، بخشی از وجودش بهش اطمینان میداد که فکرش درسته. وقتی دست به کار شد، همون بخش تصمیم گیرنده وجودش ازش خواست که سنجیده عمل کنه. پس نمیتونست شکی در میون باشه که اون در اجرای افکارش مصمم بود. کاسه دوم آبگوشت رو تموم نکرده بود که از خوردن دست کشید. کاسه رو کنار گذاشت و وایساد. بقیه به اون نگاه کردن، اما کسی چیزی نگفت. اون اولین کسی نبود که یه دفعه و بی مقدمه میزو ترک میکرد. همه خیال میکردن که لارتن چون دچار حالت تهوع شده بود میزو ترک میکرد، اما اشتباه میکردن. لارتن یه راست به غار سبا رفت. سررشته‌دار کوهستان برای خودش یه اتاق اختصاصی داشت. اون به دستیاراش پیشنهاد داده بود که شریکی از اون اتاق استفاده کنن، اما اونا این پیشنهاد رو قبول نکرده بودن. سبا حالا موقعیت مهمی بین اشباح داشت و حقش بود که حریم خصوصیش رعایت بشه. وستر همراه مربیشون بود و درباره این موضوع بحث میکرد که با تمریناش باید چی کار کنه. خیال لارتن راحت شد. اینطوری فقط یه بار حرفاشو میزد و دیگه مجبور نمیشد اونا رو تکرار کنه. لارتن سالها بعد به این فکر افتاد که آیا وقتی اونا از درون تونل بیرون کشیدن، حتی قبل از اون که خودش از میل درونی خودش به درستی با خبر بشه، سبا تصمیم جدید رو تو نگاه اون نخونده بود و آیا وستر رو به بهانه‌ای ساختگی پیش خودش فرا نخونده بود تا کارها رو برای اون آسون تر کرده باشه. اما حتی اگه سبا هم میدونست که لارتن چی میخواد بگه، دونسته های خودش رو خیلی خوب پنهون میکرد. وقتی لارتن وارد شد، به جز مختصری کنجکاوی چیز دیگه ای تو قیافه و رفتار سبا ظاهر نشد. اون مؤدبانه پرسید: میتونم کمکت کنم؟ لارتن گفت: من دارم میرم. وستر با حالت عجیبی به اون خیره موند. اون از اجساد تلمبار شده توی تونل و از اینکه اونجا چه بلایی سر لارتن اومده بود هیچی نمیدونست. اما سبا منظور دستیارش رو میفهمید. اون آروم سر تکون داد و با ملایمت گفت: بسیار خوب. لارتن اخم کرد و گفت: شما متوجه نیستی. من دارم آموزشامو نیمه کاره میذارم و میرم. نمیخوام ژنرال بشم. از اینجا حالم به هم میخوره. دارم میرم. وستر که از شدت تعجب دهنش باز مونده بود گفت: نه،
این امکان نداره. چی شده؟ چرا تو؟ سبا حرفشو قطع کرد و گفت من کاملا درک میکنم. هیچ وقت ازت نخواستم که بمونی. هیچ وقتم برخلاف میل خودت تو رو اینجا نگه نمیدارم. تو دیگه توله نیستی. مرد عاقل و با تجربه‌ای هستی. افتخار میکنم که میبینم تو و وستر هنوز منو مربی خودتون صدا میزنی. اما در حقیقت حالا دیگه هیچ کس مربی شما نیست. از این به بعدم نخواهد بود. اگه دوست داری بری میتونی بری و دعای خیر منم با خودت داشته باشی. لارتن انتظار همچین چیزی رو نداشت. به شیوه غریبی احساس میکرد که فریبش دادن. اون میخواست که سبا از حرفش برنجه و همه تلاشای خودش رو به کار بگیره تا اونو برای موندن متقاعد کنه. این بچگانه بود و کار آدمای معمولی بود. اما لارتن به شدت به توجه نیاز داشت. این یه تصمیم آنی بود که اون برای اعلام و جا انداختن اون به بحث و مجادله احتیاج داشت. وستر بدون آنکه خیالشو داشته باشه چیزی رو که لارتن نیاز داشت در اختیارش گذاشت. اون با خشم و نارضایتی گفت تو نمیتونی بری. این دیوونگیه. سبا به من گفت که تو آموزشاتو تقریبا تموم کردی. سبا با تشر گفت از تو خواستم این حرفو پیش خودت نگه داری. برق خشمی توی چشمای سبا ظاهر شد که اونا نظیرش رو کمتر دیده بودن. لارتن که انگار برای یه لحظه دستپاچه شده بود پرسید این حقیقت داره؟ قبلا فکر میکرد که حتی اگه همه امتحانارم با موفقیت از سر بگذرونه تا ژنرال شدنش 5 یا 10 سال دیگه کار باقی مونده. سبا فین فین کرد و گفت تو بعضی از همدوره یا تو تحت تاثیر قرار دادی. همچنان به وستر چشم قره میرفت. ولی ادامه داد حرف این بود که تو آینده نزدیک قبولی تو صادر کنن. اما بعد از این نمایشی که از خودت در آوردی دیگه شک دارم. ژنرال باید قبل از هر چیز از ذهن و ضمیر خودش با خبر باشه. این شرایط نشون میده که تو از خودت خبر نداری. لارتن با خشم قرید خیلی هم خوب خبر دارم. دوباره به خشم اومده بود. ادامه داد من میخوام برم. نمیخوام ژنرال بشم. همه شما امول عقب افتاده این. وستر فریاد زد لارتن. حمله تند و غیر منتظره لارتن نگرانش کرده بود. لارتن با حالت تلخی خندید و گفت هر شبحی باید به دنبال رویاهای خودش بره. تو آخرین حدی که امکان داره زندگی کنه و از زندگیش لذت ببره. وحشیانه و با شکوه بمیره. ما نباید اینجا زندانی بشیم و فقط تمرین کنیم. ما مردیم یا یه مش بچه مدرسه‌ای؟ آدمای معمولی هستیم یا شبح؟ قبل از اون که وستر بتونه جوابی بده لارتن به حرفاش ادامه داد و گفت من که میگم گور بابای هرچی ژنرال و شاهزاده است. زندگی خیلی کوتاهه. من میخوام زندگی کنم، بجنگم، عشق بورزم و بمیرم. نمیخوام فرصتمو با آموزش و تمرین تلف کنم. سبا با صدای بلندی گفت کی جلوتو گرفته؟ قبلا نشسته بود اما بعد از این حرف از جاش بلند شد و رو در روی لارتن وایساد. گونه‌هاش سرخ و برافروخته شده بودن. ادامه داد اگه ما حالتو به هم میزنیم فوری از اینجا برو. حتی برای جمع کردن وسایلت هم وقت تلف نکن. بدون اونا هم میتونی بری. من هیچ وقت خوشم نیومده که بین تو رویاهات قرار بگیرم. سعی میکرد تا جایی که میتونه کلماتو با نیش و کنایه بیشتری ادا کنه. لارتن با خشم گفت خیلی خوب میرم. با این حرف آشفته و خشمگین از اتاق بیرون رفت. وستر فریادی کشید و دنبال لارتن دوید. اما وقتی میخواست از برابر سبا بگذره سبا بازوشو گرفت و اونو نگه داشت. سبا آروم گفت نه بذار بره. وستر با لحن تندی جواب داد ولی ما نباید بذاریم اون اینطوری بره. اون فکرش درست کار نمیکنه. وقتی آروم بگیره از کارش پشیمون میشه. اون وقت میخواد عذرخواهی کنه. ما باید کاری کنیم که بفهمه. سبا توی حرفش پرید و گفت توی اون فوران خشم اون بیشتر از خیلی وقتهای دیگه خود واقعی شده بود. سالها بود که اینطوری به خودش نیومده بود. بعد نخودی خندید. وستر از این که میدید مربیش لبخند میزنه گیج شده بود.
سبا دوباره نشست و در حالی که چشماشو باریک میکرد گفت لارتن به رفتن نیاز داره. اون مسیری رو که شبح جوون از اون میگذشت تو ذهن خودش مجسم میکرد. تونلایی که با عجله طی میکرد و هیاهوی افکاری که توی سرش پیچیده بودن. آرزو کرد که لارتن سر تصمیم خودش بمونه. اگه الان برمیگشت فاجعه میشد. وستر پرسید استاد من سر در نمیارم. دیگه لارتن رو دوست نداری؟ سبا تکرار کرد دوستش ندارم؟ قیافش ملایم شد. ادامه داد دوستش دارم احمق. همونطور که تو رو دوست دارم. همونطور که قبلنم گفتم شما پسرای منی. اما هر پسری بالاخره باید یه روز تصمیم خودش رو بگیره و غیر از مسائل پدرش دنبال خواسته های خودش هم بره. تو هم وقتی که نگهبان شدن و انجام تمرینات مربوط به اونو انتخاب کردی همین کارو کردی. تو تصمیم گرفتی که نگهبان بشی و اینطوری آدم یا شبح خودت شدی. لارتن هم داره همین کارو میکنه. وستر گفت ولی اون خیلی عصبانی و ناجور از اینجا رفت. شاید بهتر صداش کنم تا برگرده. و سبا وسط حرفش فریاد زد به خدا نه. تو عاقل‌تر از اینایی وستر فلک. پس مثل احمقا رفتار نکن. من میدونم که دلت برای لارتن تنگ میشه. دل منم براش تنگ میشه. ولی الان دیگه وقتشه که اون دنبال راه خودش بره. اگه الان توی کارش دخالت کنی ممکنه نابودش کنی. گرفتن این تصمیم براش کار سختی بوده. اگه اون پشیمون بشه برگرده و بعدها مجبور بشه دوباره راهش رو انتخاب کنه فکر نمی کنم دیگه موفق بشه. وستر همچنان خیره به مربیش نگاه کرد. بعد پرسید اما اگه من با اون میرفتم چی؟ سبا خیلی جدی جواب داد تو هم حق داری که از اینجا بری همونطور که اون رفت. بعد لبخند زد و گفت اما نمیری. جای تو اینجاست. خودت هم اینو میدونی. ما باید بذاریم اون بره. اگه اقبال شبحی همراهش باشه وقتی خودش آماده باشه برمیگرده. ولی فعلا باید به راه خودش بره یا دست کم سعی کنه اونو پیدا کنه. وستر آهسته و به نشونه تایید سر تکون داد و بعد به ورودی شکاف مانند غار نگاه کرد و گفت نگرانشم. اون نمیدونه چی میخواد. تو درد سر میفته. سبا با لحن گرفته‌ای گفت شاید اما اون قویه و به نظر من بالاخره راهشو پیدا میکنه. اگه اشتباه کنم. آه کشید و انگشت میانی دست چپش رو روی پیشونی خودش گذاشت. چشمشو باز نگه داشت و با انگشتای دوم و چهارمش اونا رو پوشوند. شست و انگشت کوچیکشم تا جایی که امکان داشت از هم دور نگه داشت و گفت حتی در مرگ کاش پیروز باشه. بعد همه افکار مربوط به دستیار جدا شدهشو از ذهن خودش دور کرد و با همه حواسش به وظایفش متمرکز شد و لارتن و کارای ناشناخته‌ای که سرنوشت براش در نظر گرفته بود به حال خودش رها کرد.